نیک کردی نیک میآید، بد کردی بد میآید. برای همین هم دانشمندان اسلام همیشه میگویند که هر نیکی کردی نگو که به فلانی کردم، چی به پدرت، چی به مادرت، چی به فرزندت. برو طعنه نکنی که بچه‌ها برای این کردم اون کردم دیگر کردم دیگر کردم. یا با پدرت نگو که پدر جان خب دیگر به قدری توانم این کردم دیگر کردم دیگر کردم. برای چی نگو؟ یا با برادر یا همسایه یا دوست رفیق. ما شاهد بعضی از دوستی ها شدیم که اومدن در حضور من دعوا کردن که من فلان روز اینقدر مبلغ داده بودمش. او از روی دوستیشون بر هم خورد. ولی اومدن من رو شاهد گرفتن که من این کرده بودم و این نمرده این کرده بودم اون کرده و حساب کنند. یک دیگر حساب کردن، یعنی دوستی رو قطع کردن و تمامی نیکی‌های کردگی که گذشته اشون رو حساب کردن بالای همدیگر و دوستی رو قطع کردن. این مسلمان نیست. نیکی کردی برای خودت نیکی. هر انسانی که میکنه برای خودش میکند نیکی رو. چرا که نیکی من برای اون انسان نمیرود. نیکی من برای خودم برمیگردم. بدی من به اون انسان درست که من عذرش دادم، اذیتش دادم، غیبتش کردم، فریبش دادم، اون برای در عوض این همه فند و فریب اجر میگیرد. کی ضرر میبیند؟ من ضرر میبینم که این همه بدی ها رو کردم. اون بدی های کردگی هم بالای سرم برمیگردد. هیچ راهی گریز نیست. نیکیت میآید نیک، بدیت میآید بد. برای همین باید که انسان مسلمان هیچ وقت دروغ نگوید یا غیبت نکند. ولی غیبت هم باشه. روزی نزد حسن بصری رحمت الله علیه نفری آمد و نشست و گفت که فلانی شما رو این گفت و آن گفت و دیگر گفت. گفت در کجا گفت؟ گفت در خانه فلان آدم گفت. گفت که در اونجا چیکار کردی؟ چی گفت بود اونجا؟ گفت که ضیافتی بود. گفت در اون ضیافت چی خوردی؟ خب دیگه گفت نوشیدنی خوردیم و خوردنی خوردیم و دیگر خوراک خوردیم. خب دیگر میوه و دیگر دانگی و این همه یک ذکر کرد. و این همه خوردگیت رو گنجاندی در همین معده، همین یک جمله رو در روحت یا در روانت یا در فکرت یا در مغزت گنجانیده نتوانستی. حسن بصری رحمت الله علیه درس سبق خوبی داد. به خاطر اینکه هر غیبتچیه که وقتی که میاد پیش شما کسی رو غیبت میکند، حتمی شما رو پیش کسی دیگر غیبت میکند. این خصلت انسانی است، خصلت زشتی شیطانی است. بعضی انسان‌ها عادت میکنن به هر چیز. ولی ببینید بعضی انسان‌ها عادت کردگی هستند به پدر لعنت. حتی فرزندش پدر لعنت میگوید، زنش پدر لعنت میگوید، نمیدونم برادرش پدر لعنت میگوید. پدر لعنت، این پدر لعنت، اون دیگر عادت کرده است. درک از اون که اول فرزندش پدر لعنت میگوید، همون لعنتی گفتگیش به خودش برمیگردد. نعوذ بالله. مسلمان باید آگاه باشد، باید یعنی ایمان داشته باشد، باید فکر کند، باید که اعتقاد داشته باشد و باید عمیق داشته باشد که هر چه که میگویم جوابگری دارد، حساب کتاب دارد. روز قیامت یعنی چی؟ روز قیامت یعنی حساب کتاب دادن. روز حساب کتاب یک روزش 50,000 سال است. خدا به هممون آسان کند. برای چی یک روزش 50,000 سال؟ و خاطر روز حساب از روز قیامت. کی پدر لعنت گفتی؟ کی پدر رحمت گفتی؟ چی عمل انجام دادی؟ چی کار کردی؟ همه‌اش رو حسابات میدی. میگن که وقتی که انسان اعمال نامه‌اش رو به دستش میگیرد، میگه چی خبرت؟ این چی گپست که هیچ یگون نقطه و یگون هیچ ذره و یگون معده و خورد و کلام هیچ چی نمونده است که در اینجا وجود دارد. روز قیامت روز حساب. پس باید مسلمان همیشه اون روز حساب بیا که روز قیامت رو اندیشه کند و هر سخنی که میگوید باید فکر کند که جوابگری دارد. جواب همین رو گفته میتوانم یا نمیتوانم، یا غیبت کردنی هست، یا که غیبتی که میکند یا کردنی هست، پیش از اونه که غیبت میکند اندیشه کند که جوابش رو چی میگویم. این حساب دارد، حسابش رو چی میدیم. در نتیجه ایمان کامل و اندیشیدن، دوراندیشی و خیرخواهی. ولی کسی غیبت کردنی میخواهی،
میخواهی کسی دیگر تو رو غیبت کنه؟ نه. پس چرا چیزی که برای خود نمیپسندی نمیخواهی برای دیگر میخواهی؟ وقتی مسلمان فکر میکند هیچ وقت نه دروغ میگه نه غیبت میکند. عمر و زندگی و خانواده و رزق و روزی و عمر و دیگر همش با برکت. در نتیجه چی؟ راستگویی یا که دروغ گفتی یا که غیبت کردی. دانشمند اسلامی رو گفتند که شما من رو غیبت کردید. گفت چرا شما رو من غیبت میکنم؟ اگر غیبت میکردم من پدر و مادرم رو غیبت میکردم که سزاوارترین انسان ها برای عملهای نیک هم هستند. غیبت کردن یعنی تمام نیکی هایت رو با اون دادن. یعنی بعضی ها رو عذر میدهند و غیبت میکنند و اذیت و ظلم میکنند و دیگر. روایت اثری آمدگی هست که پروردگار برای بعضی بندهش در جنت خیلی مقامی بلندی معین کردگی است، لیکن اون بنده اون دوستش با عملهایش سزاواری اون مقامهای در جنت شده نمیتواند. پروردگار از سوی غیبت و دروغ و تهمت و ظلم و ستم دیگران برای بالای همین دوستش اون مقام رو برایش میدهد. برای همین مسلمان باید که از دروغ، از غیبت، از تهمت باید پرهیز کند، حذر کند، چرا که این خصلت ناکام کننده مسلمان هست. اون غیر مسلمانی که قیامت باور ندارد، اون غیر مسلمانی که جنت باور ندارد، اون غیر مسلمانی که جهنم باور ندارد، اون غیر مسلمانی که حیات برزخ و دیگر یعنی چیز باور ندارد، اون کارش دیگر است، اون حسابش دیگر است. لیکن مسلمان وقتی که امید دارد حتمی باید که احتیاط رو باید داشته باشید. احتیاط کنید باید.